است؟ من هیچ نفهمیدم. پسر صاحب خانه از آلمان می اومده است. برای همین مرا از خانه پیش کرد. خیر میبرم گفتم لیکن من کجا میروم؟ من نمیدونم کجا ایلوی رفتن. برادر این فریبی صاحب خانه زیباست. بعد از تو با دیگری با نرخ قیمت‌تر بسپار. کار همین است. میدونم من فهمیدم. با او کمی جنجال کردن. گیر گفتم خانه در سرت ماند. چیز جورم را گرفت از اینجا بر اومدم. خوب کردی برادر. خوب کردی. و میمون خونه زنگ زدم. جای خالی نمونده است گفتم. با خدا اگر اجازه دهی یک چند روز با تو مونم. بعد یگان چورش رو میابی. البته برادرم هیچ گپ نیست. رفت. به خدا. به این هم مجردم یک جا میستی. ها کجالی من سرتون درد رو نبینم. در اینجا چی گپ است؟ رفتی؟ چیکار میکنم؟ بچه‌ها هپ. سلام علیکم. و علیکم سلام. برادر چی گپ است؟ اکای امین چیکار میکنی؟ باشی میشد ظریف سومشان که اجاره پولی رو نداده ای تو دیگر اجارهشی نیوز ضبطگر هستی. اکای امین ای بستاخی. تو خودت چیو میگویی؟ در مقابل اکای ظریف است. اکای ظریف راست میگوید جناب. 3 ماه باز مبلغ کرایه را نسپرده ای. موافق قانون او حق دارد که تو رو بیرون کند. اکای امین شما نگفته بودید سراسیما نیستم هر وقت شد میدی؟ همین طور نگفته بودید؟ اگر این طور نمیگفتید من در وقتش مبلغ را پرداخت میکردم. با من فرقی ندارد از خانه من برو. لا حول ولا قوت اکا از برای خدا آخر تنها در همین محله 12 خانه دارید. چی شد گرسنه موندید؟ در بیرون موندید؟ خیر اکا هیچ غم نی. مایلش شد مایلش شما را فهمیدم. از خانه‌ات میبرایم. پول‌هایت را هم برمیگردانم. خاطر نشو. خانه‌ات به خودت نصیب کند. تشکر اکای امین. برای کار برادر. سلامت باش. از دست ما هیچ کاری نمیآید. بیاید میرویم بچه‌ها. باز هم پولایت رو به آدمون تقسیم کردی. مگر من تو رو نمیدونم ظریف؟ در پشت خانه‌ام یک خالای پیری هست. قربانش شوم پسرش بیمار است میفهمی؟ آخر کارلوس این چیزها رو فهمانده نمیشود. ظریف آدمگری تو از همه بلند است. در جوان مردی هیچ کس مثل تو نیست. در مردی مرد هستی. اکنون در هوای خنک در بیرون ماندیم. چیکار میکنیم کارلوس؟ با خدا کاری کرده نمیتوانیم. با سری من با جز اکای عارف دیگر هیچ کس نمیآید. زنگ زنم اگر زنگ زن اگر اجازه دهد به خانه او رویم. گوش میکنم برادر. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام برادرم. اکای عارف اکا جان با شما کارمون رفتید. چی شده است؟ بخیر است؟ اکا مرا صاحب خانه از خانه پیش کرد. به نزد اکای ظریف اومدم. لیکن احوال او از من هم بدتر است. خلاصه من و ظریف در کوچه موندیم. میگوییم عجبا اکا شما. ما برای کدام روز هایم؟ هیچ گپ نی برادر. خانه من کلان است. در شعبه وا میخوریم مایلش. خوب شده است اکا. اکای شیرم مایلش تو بازدید. خدا نگهبان. ظریف تموم. با اکای عارف گپ زدم. چی میگوید؟ در خانه من میسید میگوید. در شوبه و میخوریم. چیز چوره رو چیکار میکنیم؟ با خدا با اشیاء کاری نمیکنیم. چیزهای لازمش رو میگیریم. کامپیوتر خاطرهای سرد باقی مانده‌اش رو به فقیر و فقرا میدیم برادر. اکای ظریف کامپیوتر رو میگیریم. گیر بار. صبح خیر آقای عارف. صبح خیر. من مخصوص برای شما تیار کردم. چی میگوید؟ خاموشیست. گوش کنیم. خدا از شما راضی باشد. من کار دارم بیگاه میگیرم. مایلش برای کار. سلامت باشید. من خدا با چشمانم دیدم. دیدی؟ راست میگویی. این دختر هرچی اومده کند به او میدهد. راست میگویی. هر دویشون هم مجردند. به خدا ناموسی همسایه‌داری هم نداشتند.
ба сарамон санг меборад, санг. راست میگویی دوگانه جان. اگر به سرمان مبادا سنگ بارد حتما از غیبت‌های شما میبارد، از چیزی دیگر نه. این رو بینا. شنیدی؟ با زبانش دراز گپ میزند. غیر غیبت کار دیگر ندارد. معلوم میشود که در اینجا هم ما را میشناسند. بخیر است انشاءالله. اوزر سرده گفتم. سرده. فایزیا مرا دیوانه نکن. کنی زود شی. تو بموری گوش کن. آرام شو. آخر مرا دوست می‌داشتی. هلو دوستت می‌دارم گفتی. چی شد؟ همش دروغ بوده است. دروغ بوده است. من اینطور نگفتم. نادرست فهمیدی. با تو میگویم کنی با ما شی. آرام شو. زودتر. آرام. آه برادر خودت را به دست گیری. چی گپ است؟ تو خودت کیستی؟ کارت چی؟ من دیوانه این محله‌ام. به همه کاردار میشوم. خانم شما خوب هستید؟ اینکه در بین شما چیزی است؟ یا اینکه مرا با اوی وز کردی ها؟ ابله با این نگر. آرام شوید. التجا میکنم نکنید. اوزر دیوانگی نکن. گوش کن برادر. چنانه که فهمیدم خمار شلا خوردنت گرفته است، اما حالا تعبم رو خیره نکرده. تو از اینجا رو. خانم رو هم به حال خودش گذار. رو. شما چیکار میکنید؟ بیستید نکنید. حاضر تا 10 حساب بده. اگر آرام شوی هیچ کاری نمیکنم. فهما برادر؟ از کی باز یک جایت ابله. ماشین بانک به طرف شما می رود. خب حاضر شروع میکنیم. برویم. عملتون آماده شوید. کمی دیرتر همینجا میشوید. زودتر اینجا داخل شو. زودتر میگویم. دیگر این خانم رو ناراحت نکن. چرا مرا نه او رو انتخاب کردی؟ کسی تو رو مثل من دوست داشته نمیتواند. فهمو؟ هیچ کس. تو از منی میفهمی؟ از منی. او رو ببین حالا هم گپ میزند. حالا میبینید. گم شو. شما خوب هستید؟ حالا بهتر شدم. تشکر. من نفهمیدم او دیوانه است. بله او بیمار است. معلوم. نه شما نادرست فهمیده. او در حقیقت بیمار است. بیماری من است. یعنی چی طور بیماری شما؟ یعنی عاشق شده است؟ به همین معنی؟ نه من روانشناس هستم. او یکی از بیماران من بود. فکر میکند که با او عاشق شدم. حتی گویا با او فاتحه شدم. متاسفانه حالش بد است. لباس هایتون دریده است. نه این مهم نیست. شما پلیس هستید؟ بله تعینات مخصوص. مرا ببخشید بیمار بودنش رو ندانسته خیلی دغلانه رفتار کردم. دیگر ناراحتتان نمیکند همینطور نه؟ نه او از شما ترسید. یک چند مدت ناراحت نمیکند. نام من فایزیه. نام من عارف. در پناه خدا خانم اکنون به من اجازه. آقای عارف تشکری زیاد به شما. الان با این نگاه کن. کنی نشون ده. چه زیبا است. بله خیلی زیباست. با دقت باشید. آماده ایستادم. آماده شوید. این بیگو تکلیف خانه دار شهید.
انشالله قبول میکنم. با خدا از هیجان دستم چنان میلرزم که کش بخیر می شود انشالله. انشالله. دامنمون کفته باشد. دوستها سلاحات رو برار. زودتر سلاحات رو برار گفتم. دستر غارتگران وضعیتی خبناک با ما هجوم کردن. کمک کنید. آنها سلاح دارن. کمک کنید. کنی در را کشا. در را کشاید وگرنه یگان نفرتان رو زنده نمیمانیم. در را کشا میگویم نمیفهمی. کشا گوش کن تا 3 حساب میکنم. 1 2 3 خیر اختیار است. کشا و فراز باشی. زودتر کنی کشا. چی می شود؟ فراز باشی. نمیفهمید. به این طرف گذار. نسیم آماده ای؟ آماده است تمام. حاضر ببینیم. خم شو. بیناموز ها چی کار میکنی؟ ایستا. آرام شو میگویم. شد آرام شو میگویم. با گناهی تو این کار رو از دست میده. آرام شده. کلیم درون درآید. زودتر درآید. چی کار میکنی؟ تمام شد. چی کار میکنی؟ کنی ایستو گذر میگویم. خدایا با ما کمک کن. ما را از این ظالمان خلاص کن. تستر وقتمون کم است. زودتر راو کمک کن. در دستت چی است؟ چیزی نیست. کنی ده خوشترین است. محمد نسیم آرام شو میگویم. معمر جایش رو گرفت. تو هم به نزدش رفتن میخوایی ها؟ پلیسو آمدن. کنی اون را گرفته بیار. زودتر بیار. میرمه. زودتر میرمه. دستر بهم نگویم. با دقت همه گروه ها زد و خورد مسلحانه بدرون درو. برای شمالی شهر کمک فرستید. تاجیلان کمک فرستید. زودتر فرستید. در زیر آتش گرمایه. کمک فرستید. زودتر.
لبای این آدمان چند نفر نمیدانی؟ از همه کم 4 نفر. برای من 4 یا 14 فرقی ندارد. همشان را تارمار میکنم. البته بولتا جان، ولی کمی صبر کن. کارلوس لبای تو برای خودت جای موافق یا؟ خوب شده سکه اوری. در اطراف آدمان نیستم. شاید 1-2 اسیر باشه. بچه ها برادران شما عقب نشینی کنید، به خفا روید. کوشر بچه ها می رویم یا خدا آمدند. چرا نمیپرونی؟ چرا ایستاده؟ پرون آخیر. تعیناتی مخصوص آمد. اون مرده. تعینات مخصوص؟ نسیم بیا میرویم. تا از اینها 1-2 نفرشان را نتونت اینجا نمیروم. گیرید سگ بچه های پلیس. در اینجا یک روباهی از سکه اولیف عجلش رو میکابد. برشا دیدم بوده، دیدم. کارلوس تو برای ممانزت کن. خواتین نشمکه اوری. آری بادی خاموش. ناموس با کجا می روی؟ چی کار میکنی؟ این تعیناتی مخصوص از میفهمی؟ نکن با من تیر داندیه زودتر. ایستو، این تعیناتی مخصوص از میگویم. اگر آنها تعینات مخصوص باشه من جنگاورم. کنی با من تیر داندیه. نرو بگویم. سرده مرا. آرام شو. نسیم پاسکن. نسیم نسیم برادرم. نسیم دادرم. نسیم سپرهای محافظتی رو بیار. همین طرف خمسر. سپرها رو بیارید. به نشان رساندی سومن. از این حریف رو میذاشتم کارشان رو تمام کنیم. این بچه ها پیش میروید. ما دقت باشه. سنم اینها از کجا پیدا شدند؟ کارلوس دار اینجا کی دستی با دقت باشه. این نور اینجا هیچ با من معقول نیست.
پاهارو میبراری سیمشو میکشی باز میپرتایی بزرگ نمور که بهار میکرد ملازمت چند از ما با سردارشان 2 نفر دیگر آقا نسیم از دشمن انتقامم رو گیر با هیچ کس را البته برادر من انتقامی تو رو میگیرم خون به خون کلی فرا میگویم ایسا بیا آرام شو آرام شو نپرانه در دستم اسیر دارم وگرنه او را میپرانم نپرانه میگویم اینش باز نمیرسیم اسیر هم گرفته است پلیدی ناکس کسی را گروگان گرفته است کارلوس یکون چیز را میبینی؟ نه اکای اوریف اونو نقشه دارم اما از اینجا کار کرده نمیتوانم اکنون چی کار میکنیم؟ از این اسیرگیری ها دیوانه میشوم از بزدلان بدم میآید مجبوریم انتظار شویم به هیچ کجا رفتن نمیتواند نپرانه وگرنه میکشم تو حرکت نکن وگرنه میپرانم اینجا بیا تستر بیا بر آمدن با دقت باشه اکا اکنون جایم خوب است پرانم یا نه کارلوس اونجا گروگان هست اشاره رو انتظار شو تو زود با ماشین برگرد اینها با کجا میروند نگاه کنید میگریزند آماده باشید زودتر رفتیم زودتر بچه ها رفتیم این را گیر رفتیم راهی گریز نداریم بهترش تسلیم شویم حریفی ترسانچک چقدر تسلیم کلی با من بیا بچه ها در اطراف بخچه ایم تا نمایان شدن هدف نپرانید التجا میکنم و ما ضرر نرسانید آخرین ها کودکم نمکرگیر یک چند ساعت یک جاییم اگر گفتاقایم رو نکنید کودک نگفته همه تا رو میکشم بیاید تعینات مخصوص هنرتان را ببینم
این ناس بوده است چند سوم است؟ این فروشی نیست. چطور فروشی نیست؟ مگر به تو چیزی دیگر لازم نبود سلاح رو چیکار میکنی؟ کارا چی؟ میگیرم گفتم میگیرم و من سلاح حقیقی لازم. این زیبا بوده است و من معقول شد. این را گیر. کنی گپ زن فروشی است یا نه؟ لیکن چک نمیدیم. گیر. مرا انتظار شو فیضیه و نزدت می آیم عشقم. آرام شوید نترسید هیچ چیز نمیشود با شما وعده میدیم با من گوش کنید. اگر یگان حرکتی ناجا کنید همه‌شان را میکشم، یک به یک میکشم. فهمیدید؟ به من فرق ندارد. زود به اینجا اتوبوس فرستید. با شما نیم ساعت وقت. حساب سر شد. فهمیدید؟ شو آرام شوید کمی زودتر اکای صالح آمدند چه کار کردید بچه ها؟ کارها خوب نیستن. در داخل کودکان هستند. ظریف یگان معلومات پیدا کردی؟ آدمی در درون بوده تروریست با نامی بازار برای به تشکیلات کمکی مادی رساندن با دزدی و غارتگری مشغول است. بازار؟ باوری داری ظریف؟ ولی اکا بازار گفتند آخر. چی شد؟ او را میشناسی؟ ای بیناموس، در اینجا هم از پیش راه هم برآمد. حیوان بیناموس. او را از کجا میشناسی؟ در یک عملیات ما را بدام افغانیدنی بود. او شیطان است در خواب انسان. رفیقانم را به شهادت رسانید اکا. در بدنش از من خاطره ای دارد. پروندم اما کشته نتوانستم. نسبتی هم دیگر کینه دارید؟ البته معلوم می شود که نصیب مردنش همین روز بوده است. پس آن پلیده که کمی پیشتر کشتن برادرش بود. در این حالت اشتراک تو عملیات را به شکست میبرد. این چی معنی دارد؟ اگر در اینجا بودنی تو را فهمد دیوان نمی شود. باز برادرش را کشتی. تو چی گفتن میخواهی؟ چی گفتن میخواهی؟ در داخل کودکانم میگویم برای کینی تو کودکان را قربان نمی کنیم. بیهودگویی نکن شاهین. کاردار نشو. شاهین هرزگویی ندارد. درست میگوید. از برای خدا این طور نکنید اکای صالح. ماند این سگ بشه را کشم. ماند آخر. برای حساب برابر کردن و انتقام گرفتنت کودکان را در خطر نمیمانیم. ما یک گروه معرف برای انتقام شخصی امان کار نمی کنیم. اتفاق بودنمون از احساسات و غرضهای شخصی امان اولاتر است. شما این آدم را نمیشناسید. از شیطان هم بدتر است. اکا همه گونه خیانت و نامردی را میکند. آن کودک‌ها را بیرحمانه میکشد. هرچه نباشد شاهین راست میگوید. خطری خوردی را هم نباید صرف نظر کنیم. اگر تو از او قصد داشته باشی احتمال او نیز از تو قصد دارد. آن آدم نباید تو را ببینی. تو در قفا میشه. این آدم سه رفیقی از همه نزدیکم را با شهادت رساند. خونبهای همه‌شان بی جواب مانده است. وقتی که این بی‌شرف زنده است و خون ناحق می‌ریزد من با دستانی بسته آرام نشینم همین طور. با من باور کن برای کودکان این بهتر است.
با آنها پیوست شده میتوانیم ظریف. آماده است اکا. خیلی خستم تستر بینسو گذارید گذارید بینسو گذارید دیگه گذاشتم تستر گذارید نترسید با شما هیچ کار نمیکنم گذاشته خیلی با نزدم بیایید شو تمام آروم شوید هیچ کار نمیکند چینید هیچ کار نمیکند نترسید آروم شوید اینجا بیا این تلفن کیست؟ صدا از اونجای دیگر می آید. نیست طرف این طرف بیا اینجا بیا شو آرام شوید من خواهشم را گفتم افتاموز میخواهم 20 دقیقه دیگر داره نام من صالح به من اعتماد کرده میتوانی طلبت را بجا میاریم اما تو هم نیک سریش بودنت رو نشان ده کودکان رو رها کن اگر آنها را جواب دهیم ما را مثل کف چی کار میکنی؟ تو دیگر یگان راه گریز نداری بهتر از سلاح ها را گذاشته تسلیم شوید به خونریزی کار را حل کنیم به عقلانه کم نزن ابله شد عصبی نشو هیچ نباشد یک چند کودک را رها کن و ما طلب های تو را اجرا می نماییم مایلش شد گفتتون رو اجرا میکنم تو اینجا بیا با خدا 3 کودک را هم گیر تستر کنی خیز گذار اینجا بیا تستر راه گرد تستر یعنی راه گرد کودکان را میفرستم کارلوس در و اطراف آن را نظارت کن من کودک ها را میارم خب شو جان خواهی نشو کنی بچه ها به نزدی من بیایید هپ میرویم زودتر یک معلمه هم میرود التجا میکنم خودت را از دست نده یاری تجربه را چه احسانت التماس طاقت کن اگر او
مادرم فهم زیق می شود. حریفانی به ناموس چه تفرین را کردن؟ چه تفر من آرام شده نمیتوانم. من این حریف رو پارا میکنم. میکشم. معلم این جوان را از پشتش براندن، نامردی کردن. من از این نامردی ها دیوانه میشم. بس از گفتم یک نفرت بس میکنی دیگرت سر میکنی. این بچه در حقیقت دیوانه است. دردی سر شد. چطور؟ با تو معقول شد؟ نه گرفتم برای تو. عشقمون رو با این بی‌آخر نگاه می‌داریم. فراموش نکن تو از منی و همیشه همین طور میمونی. با من گوش کن. مرا به حالم گذار. برای چی مرا تعقیب میکنی؟ مرا به غضب نآور وگرنه حالت بد میشود. از حد نگذر. فهمیدی؟ چی شد؟ آن پلید کاری کردهش رو کرده؟ ها؟ عارف با تو چی مصلحت کرده بودیم؟ عارف از اینجا دور شو. عملیات رو برباد میدی. من عملیات رو برباد میدیم؟ مگر نتیجه عملیاتتون همین است؟ نیتی نیکم را دیدید؟ وقتتون کم است. بسیار کم. همگی 10 دقیقه داره. بازار! کجا میگید مرا نداری میفرستم؟ تو را هم به جهنم میفرستم. مرا میشنوی مرا؟ تو مرا میشنوی پلید؟ قربانت شوم. آخر کودکان را در خطر میگذاری. بیا از برای خدا بیا. آخر کودکان حیف میشود. شد او را دور کنید. چی شد؟ آفتاب برای شما هم خندید مگر؟ معلوم میشود که مرا دور کردن میخواهی. عارف خودت را به دست گیر. اکی عارف التماس خودتون رو به دست گیرید. ماند همراهتان باشم آخر. ماند سزای این شیطان را دهم. در عجبم. آیا تو سزای شیطان را میدی یا اینکه شیطان از تو را؟ میلش. میلش. من آرامم. راست میگوید اکی صالح. یک بار اختیارم را از دست دادم. میلش میروم. اما یک شرط دارم. اگر وعده دهید که این بیشرف پلید را زنده نمیگذارید من میروم. از دستمان آمده را میکنیم. نگران نباش. قول دهید. وعده میدهم. بله اکا. وعده میدهم. اکی عارف بید آهسته اکنون میرویم. اکنون خونم به جوش آمد برادر.
آرام شو. ما او را پاره پاره کرده نزدیک میاریم. بولتا کارلس لبای به من گوش کنید. تقدیر لحظه قصاص را فرا آورده است اما اجازه نمیدهد. بازدار را به کف دستم گذاشته است اما پاس کردن نمیگذارد. حالا شما دست و پا و کف دستی من میشوید. مادامی که یک گروهیم، مادامی که یک جاییم، چی من و چی شما فرقی نیست. بله اکای عریف، البته یک جاییم. اینطور باشد. قصاص رفیقان شهیدم را شما میگیرید. خوب شده زکر، تنها خواهیش کن. تشکر برادرم. بیا برادر، رفتیم برادر. ای خدای بزرگم، به حکمت تو شکاکی نمی کنند، اما من در اینجا پا در زنجیرم و آن شیطان باشد در آنجا رقص و بازی می کند. این چی حال است خدایا؟ سوال نمی کنند. خاموش، کاردار نشو. اسیان نکن. دوست را به خانه می دراری، امانت را نده. اما شما چی ها میگوید؟ من نمیگویم، او میگوید. او کیست؟ صاحبش میگوید. صاحبش. سوال نمیکنن. خاموش. اگر به وزنینی افتادی صبر کن، اگر نعمت یافتی شکر کن. او این طور دوست میدارد. پس گفته در میکشاید. چشمانت را کشا. شما چی ها میگویید؟ آخر آدم بر این گپ زنید؟ امک حکیم است، به خود نمی کند. رزاق است، رزقهایش حد و حساب ندارد. چشمانت را کشا. مرا پیگیری کن. خدایا، یگان آدم با عقل با من دچار نمی آید. چشم داری اما نمی بینی، گوش داری اما نمی شنوی. گرسنه ماندم نگوی، مگر او رزق نمی دهد. او چی ها میگوید؟ من هیچ چیز را نمیفهمم. خاموش، سوال نمی کنن. وقتی که انتظارش نیستی راه میکشاید. این راه به بخچه میبرد. چشمانت را کشا. گوش کنید، من در شعبه تعیینات مخصوص کار میکنم. شما را انتظار میشوم، البته بیایید. من تو را مییابم، اما تو خودت را میافته باشی. میگویند حاجی را در کعبه، دیوانه را در کوچه مییابد. Voor jak 16-17. автобус омад. ҳамин тавр баромада рафтанашон ро иҷозат медиҳед? ронандаи автобус аст мо шавад ака. фикри хуб. аввалин шахси шубҳаногӯҳ мешавад. дуруст, аммо дигар илоҷ надорем. биёед дар бағоҷдон пинҳон шавем. ман медароям. мувофиқ аст. акаи шоин, акаи ориф дар ҷояш нест. дошта натавонистеда? ором намешинад ориф. иншолло ягон кори нодуруст намекунад.
پلیسم. حاضر شما را از اینجا میبرم. فقط خاموش باشید. مالش کو رفتیم. بیایید. رفتیم. کنید دمتان را گیرید. شدورم شوید. بیایید میرویم. هر دویتون کودک رو به اتوبوس سوار میکنید. روی پوشایتان رو کشید. اتوبوس رو تا جای رفتنش ببرید. بعد اون رو میتر کنید. این کارو کرده میتوانید؟ چی بگویم؟ بتوانید. میکنیم سردار. اما 3 نفر بودنمون رو میدونم. گریختنمون رو میفهمم. نمیفهمم. خواطر نشو. و او لباس میپوشونیم. دهانش رو میبندیم. او رو به جای من گمان میکنم. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. زود از اینجا گریخته پنهان شوید. زودتر فقط آرام باشید. زودتر اتوبوس آمد. کمی دیرتر میبرویم. تو رفته اطراف رو نظارت کن. خوب شده سردارم. اکای اولیف؟ وای قربان شوم اکا جان. مثل سوپرمن در آمده از اکام. با دست افتادی. اکنون چیکار میکنی؟ شد بچه ها نترسید. شد کیست در آنجا؟ کارلوس تو هم نشان زنی بد نبوده ای برادر. اکا من از آدم دیگر رو به نشان گرفته بودم. کیست در آنجا؟ شد نترسید. هیچ چیز نمیشه. با اون نرسید. کس اینجا میگویم؟ یک کشم همه کودکان رو. یک کشم یک دل مونده. کس میگویم؟ یک کشم کودکان رو میگویم. کیست اینجا؟ کارلوس گپ است. پس چرا بران؟ اکای عارف توخت نکرده باز به درون در آمده است. این کارش رو من میدانستم که همین خیلی. عارف همه این نقشه رو برباد میدی. تیر از کمانچه است. درآید اکنون. اوی در آنجا بوده. یگان نامعقلیه نکن.
نباشد کودک میمورد. میکشم کودک رو. میکشم میگویم. با کودک ضرر نرسون. او را سر ده. التماس. هم از راگیر خاموش. نباشد کودک رو میکشم. شد آرام شد. رفتیم. ایستو میکشم کودک را. اگر نزدیک شود میکشم کودک را. میکشم میگویم. مایلش با قفا. مایلش آرام شو. نزدیک نشوید. به این طرف رفت. از بالکن گریخته رفت. یک کودک در دستش است. لطفا او را نجات دهید. مایلش آرام شوید. شما کودک را گرفته زود به بیرون برید. زودتر. کنی بچه آرام شوید میبریم. ای خدا در اینجا کیها بودن؟ ما سخت ترسیدیم. لطفا به ما کمک کنید. ظریف تو اینها را به بیرون بر. خب کنی بیایید به باغچه با هم بازی میکنیم. کنی بچه ها زودتر. رفتیم زودتر بیایید. رفتیم. اگر من بمیرم این کودک هم میمیرد. انتخاب در دست توست. عارف تو چیکار کردی؟ کودک را پراندی. عارف خیز از جان. شد گریه نکن. همه از گذشت. گریه نکن. صد شکری خدا خوب است. بازار زخم دار است. او دو رفتن نمیتواند. برای این احمقیت جزا میگیری. اوتر تو با من بیا. شما با کودک مانید. رفتیم. زودتر. شو رفتیم جانم. چی شد؟ گریخت. در همین جاها پنهان شده است. میدانم. دوام از کار شعبه ضد تروریستان از بچه ها میرویم. بازار! نام من عارف. تو مرا میشناسی. در جیندره تو را زخمدار کرده بودم. برادری پلیدت را هم من کشتم. تو را هم لخت و پاره میکنم. ابله به هر کجای گریزی از تگی زمین باشد هم پیدا میکنمت. البته یک روز وا میخورم. تو مرا میشنوی؟ ها؟ شد بس بچه ها. رفتیم عارف. برمیگردم تنها برای تو. چنانه میدانیم گروهی سلاح به دستان به یکی از کودکستان‌های شهرمان هجوم کرده آنها را گروگان گرفته بودند. در نتیجه عملیاتی با موفقیت همه کودک‌ها را رها کردند. خیلی ترسیدیم. در حقیقت من لحظه فکر کردم که میمورم. سرشکر یک قهرمانی به داد ما رسید. جانش رو به خطر گذاشته به ما کمک کرد. آنها سبب شدند و من میتونم پگاه به دختری دوست داشتم فاتحه شوم. باز کاری کرده خودت را قهرمان روز کردی. من از پس قهرمانی نمیگردم. من تنها کاری را کردم که لازم میدانستم. برای همین حیاتی همه را در خطر گذاشتی. همین طور. تو چی فکر میکردی؟ آنها کودکان را برده در اسکان میفراوردند.
نه همشون را میکشتند. تو این را از کجا میداری؟ میدانم چون که شنیدم. شد بس اکنون تمام. ما یک گروه معریف نباید حیاتی هم دیگر را در خطر گذاریم. من همش را میدانم فهما. اگر مجبور نمیشدم این کار را نمیکردم. بس گفتم بس شد بس کنید. بس شما میگویم. شاهین ای بس آخر جنجالتون تمام شد؟ خوب خیلی خوب. رفیق نوی گروهتون رو همین خیل پیشواز گیرید. خوب؟ اعضای نوی گروه؟ خانم فیضیه اکنون با ما کار میکند. او متخصصی روانشناس است. در امریکا تحصیل کرده است. با دیپلمی سرخ تمام کرده است. در فعالیتش هم خیلی موفق است. یعنی دکتری دیوانه ها؟ روانشناس. فهمیدم دکتری دیوانه ها. همانی که به او احتیاج داشتیم. خانم فیضیه باز مثل اکای ساله مذاکره‌چی خوب هم هست. از این پس یک جای کار میکنند. ساله ظریف خیلی شادم. من هم. کمیسر شاهین سکریالی، یعنی نامی دیگرش مورو کارلوس میگوییم. خوش آمدید. بولتا یعنی رجب. این کس گلی سری سبد شعبه ما سومن. خوش آمده. خوش باشید. نام این کس باشد کمیسر عارف. با کمیسر شناسم. این رو بینید را. شما شناس هستید؟ از کجا؟ از هیچ کجا. یعنی راستی همین صبح شنا شدم. بله تصادفاً. حیاتم رو نجات دادند. واهمه نکنید خانم. اینقدر هم نه آخر. شاهین و عارف سردارانی گروهند. فهمیدم. اکای ساله مذاکرتی همون. ها باز حربی هم هست. چایخانه چی اینجا؟ خوش آمدید. عارف، شاهین، شما با من بیایید. خوب شده سردارم. خانم فیضیه یک چیز پرسم. مذاکره‌چی ها؟ مذاکره‌چی در فعالیت هم تحصیل کرده است. ماشاءالله ماشاءالله. هم با عقل و هم زیباست. همینطور نه؟ بولتا؟ من نمیفهمم. من بغیر از فاطمه دیگرش رو نمیبینم. باز اکای عارف رو میشناخته است؟ کای شناسی رو باشند. کارلوس برقصد میکنه. نه اپا جان کارشو رو میگویم. البته مذاکره هم برای تربیت انسان کاری فایده آور است. کنی جنابان همین قدرش بسنده است. به خانه هایتان رفته دم گیرید. به خدا سردارم اگر خانه میبرو رفته دم میگرفتیم. آخر مصلحت کردیم به خانه ما نمیرویم. مایلش از این خبر دارم. این کار را حل میکنم. تشکر سردارم. وای سومن برآمد. او همینجا بوده که به فکرم برآمد. به خدا نمیدونم. به من چیزی نگفت. زنگ زدم جواب هم نداد. اکا اگر از یگان چیز خفه شده باشد معلوم میشود که صاحب خانه شما رو بیرون کردن؟ به خدا نپرسید اکای ساله. به خانه اکای عارف میرویم. برادر در بینای ما هم همسایه های غیبتچی خیلی زیادند. به فکرم از آنجا کشیدن من هم نزدیک است. بهترش هر سیتون یک خانه خوب یابید، یک جای زندگی کنید خوب و نفس. این چه عملتون جدا اسراف است آخر. خدا با من موافق است. اکا اگر با شما موافق باشد با من هم موافق. هر چی با شما موافق باشد با من ضرر نمیکنه. من همه ایستم. آخر تو ایله دور هستی در خانه مجردان چیکار میکنی؟ با شما اونس گرفتم آخر. مرا به حالم گذار میگویم. التماس میکنم آخر میترسم.
آخر جوان مرد است دلش صاف باشد بس. رجا برادر یگان مشکلی هست خانم آخه فیضیه؟ دلم رو میرنجونی. озар ҳоло ҳам занг мезанад. имрӯз ба ман ин расмро фиристод. و فکرم کار رنگ جدی گرفته. хело метарсам. илтимос маро то хона намебаред? медонам айб аст аз рӯзи аввал, аммо бачаҳо, акнун аз ин пазакаи ориф ба чойи пур аз оташ медарояд. бехабар намонед. шумо равед, ман баъд меоям. хонум файзия як каме мушкиле дорад. سومن هم به فکر من به درد گرفتار می شود. اینطور باشد من یکون تاکسی جیغ میزنم. ман аллакай ҷиғ задам. то ҳол наомадая? این بیمار از کی باز از پس شماست خانم فیضیه؟ یعنی هم بیماری عشقتان؟ як ду сол мешавад. дар байн каме сиҳат мешавад, аммо боз ҳамон хел мекунад. акнун метавонед маро файзия гӯед. мо дигар ҳамкорем. به هر حال خانم فیضیه بهتر است. ягон ҷой нигоҳ доред? به فکرم دیگر مشکلی نمیشود. иншоалло. медонистам маро фиреб додӣ. медонистам магар меарзад, кани гапдан мегӯям. магар ман туро намекушам баъди ин корҳоят? озар, илтимос, ором шав, девонагӣ накун. دیوانگی گفتید؟ برای این بسیار موافق است البته. دوستم خواهش میکنم آرام شو. نزدیک نشو ابله. نزدیک نشو. تپانچه را با من ده میلش. دختری دوست داشتم را از دستم گرفتی ابله. هر دویتان را میکشم هر دویتان را. شما با ماشین او چیکار میکنید؟ چیکار دارید با ماشین؟ آرام شوید. شد گذشت. همش گذشت. آرام شد. در این ساعت کی باشد؟ مرا ببخش. خانم فیضیه یک مشکلی خورده دارد. برای این شب جای لازم است. خواستم با مهمانخانه روم، اما اجازت ندادند. چه خیلی مهمانخانه؟ جانم مادامی که مشکلی دارید مرحمت گذارید. مرحمت. تشکر. مرحمت. گذر.
бовар кунед, агар ҳолати таъҷилӣ намешуд, намеомадем. ҳеҷ гап не. модаме ки озим шумурдааст.